درود بر شما. حال شما چطوره؟ خوب هستی؟ خوش گذشته؟ خب امیدوارم اینطور بوده باشه. ما شب سوم براتون پخش کردیم، یعنی شب چهارم و سرنوشت سازه دیگه. امشب مشخص میشه کی اول میشه. تا اینجا هم دیدین خانم سارنگ 15 امتیاز داره، مهدی 16 امتیاز داره، رضا 18 امتیاز. با هم بریم یه سری به آنچه که گذشت بزنیم، برگردیم ببینیم دنیا دست کیه. سلام، خیلی خوش آمدید. مهدی هستم. بفرمایید، فخرالملوک هستم. علت این که من ضبط رو قطع کردم این نبودش که با رقص مخالفم یا مثلا خواستم ایشونو خدای نکرده بخوام اذیت کرده باشم. نه، این جاش توی منزل ما نیست، میدونید. به سهیل خانم بفرمایید. مول شما نگاه کن. کبابش هم نپخته بود، موام خیلی توسته. من خیلی موهاش قایم کردم به خاطر اینکه دیدم خانم سرهنگ اگه بفهمه دیگه واویلا میشد. موهاش اینجوری اگه پیش بله آقا مهدی همین 4 تا مو هم تو سلش نمونه. سلام علیکم خانم سرهنگ، سوی پلات شدم. یکم زود تشریف بردی. حالا نمیخواین دعوتم کنین تو؟ تنها قسمت پذیراییش که من خوشم اومد به نظر من اون قسمت دعواشون بود. فیلش کن ببینم چه غلطی میخواد بکنه. من از اولم میدونستم تو چی کار کردم. از دیوار کسی بالا رفتم یا مثل شما حق مردم بدبخت خوردم. برو من مال مردم خوردم. من مال مردم. ولی ما که اصلا امشو اصل و ابدا چیزی نفهمیدم از امشو. بیشتر به خاطر این خانم سرهنگو وصله ناجوریه تو این گروه. خب ببینید دوستان، الان خونه سهیلا خانومه. مثلا برای مثال شما فرض بگیرین الان خونه سهیلا خانم، اینم خودش با دو چرخه تو خونه سهیلا خانم چرخ کمکی ببند. خواهم برم سر هوادخوری بکنم. انقدر من دوچرخه سواری دوست دارم، عاشق دوچرخه سواری ام. ولی خب تو ایران که بودیم ننمینا میگفتن دختر بده رو دوچرخه سوار بشه. نمیدونم، میگفتن عیب میکنه یه چیزی. حالا من نمیدونم چرا ولی نمیذاشتن. ما عاشق دوچرخه سوار. اینجا که میتونم دوچرخه سوار بشیم نمیشه به خاطر اینکه همش هوا بارونی. حالا من میخوام یه تو کباب برم سر این محله ها. یه ذره یه مغازه ترکا هستش، چیز گوسفندی داره برای منوی امروز. به قول آقا رضا منومون خیلی اسپورت امروز. میخوام برم میذاره خرت پرت از این محل ترکا، این مغازه ترکا بخرم از گوسفندیش. برو خرت و پرت بخر با همین دوتا، فقط چرخ کمکی ببند. اوه جونم، آقا مهدی هم داره ماشین. ببخشید من اینقدر که به نظافت ماشین اهمیت میدم به نظافت خودم اهمیت نمیدم. تابلوه، وسیله زیر پا آدمه. زن بچه مردم سوار میشن، باید تمیز باشه. حالا خودم یه هفته هم نشد برم همون اب نداره، ولی این واقعا باید تمیز باشه. این هم آقا رضا که داره اسپورت حال میکنه دیگه. آقا رضا داری اسپورت میزنی؟ ببین الان تو خلصه من با موسیقی زندگی میکنم، دست خودم شگفتا. منو امشب ببینم که دیگه همون میدونیم که امشب منو چیه؟ تو پیرنت میزدی؟ منوی امشبم خیلی دوست دارم. به یعنی کارو تموم کرده این سهیل خانم. دمت گرم بابا. سهیل خانم نخوری زمین به فناوری. این جای مغازه ترکا داره، خیلی جنساشون خوبه. آخه ما قبل از اینکه بیام لندن من ترکیه بودم یه مدت، خیلی خوب. جنسا اینجا خیلی خوب. مرحبا arkadaşım. Merhaba canım. çok teşekkür ederim. Bir tane del var. 2 tane ciger. 1 kilo sirap şirdun ver bana. Bir dakika sabır. نساسن آبد این مغازه خیلی 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 چیزای خوبی داره. ما همیشه میام اینجا، خصوصا مرغ و گوشتشون عالیه. اینقدر اینا جنساشون. از چین میارن مرغاشونو. منو اسپولت خوشم میاد. منو اسپولتیه خوشم اومده. دمش گرم. خوشش اومده. پیش خوراک سهیل خانم سیراب شیردونه دوستان، دقت بفرمایید. پیش غذا سیراب شیردون. وای من سیراب شیردون خیلی دوست دارم. اگه من درست بخونم نوشتن سیراب شیردون. بله. من اولین چیز که شروع میکنم درست میکنم سیراب شیردونه. سیراب شیردون، این شیردون سیرابی رو من قشنگ شستم. سیرابی رو باید قشنگ بشوری. مدل موها چی میگه؟ درست بشه. من نمیدونم به عنوان پیش غذا، چون اصلا تو برنامه غذایی ما وجود نداره، اصلا در برنامه غذایی خانوادگی ما وجود نداره. من نمیدونم واقعا چی بگم. قشر مرفه معمولا نمیدونن. یادش بخیر ننمینا که درست میکردن همیشه از شب قبل بار میذاشتن اینو یک
عطری تو این خونه راه میافتادش. یه عطری تو این خونه راه میافتاد آدم هضم میکردش. حالا الانم من باید برای اینکه بو نده، ننه میگه حتما باید که اینو چیز بکنی، پیاز بریزی. سیر خیلی عالیه. فقط یه ذره کلسترولش بالاست که اونم با عرق میبریم. باشه دیگه. این همه سال که اینجا بودم سیلاب چیزدول نخوردم. البته بابا دمش گرم. حالا ما چیزی ندارم برای اینکه چاقومو تیز بکنم. قشنگ این کاره یا سهیل خانوما؟ بچه فلایی کشتارگاهی جایی نیستی؟ چاقو باید تیز باشه چون یکم سخته بریدن این سیرابیای اینجا هم یکم سفته. برای همین به خاطر اینکه بهتر بپزه من برداشتم اینا رو خورد میکنم. توی ایران که بودیم ننم اینا درسته میبختن. آخ این شب که این سیراب شیردون رو بار میذاشتن و این کله پاچه رو بار میذاشتن، صبح پا میشد یک عطری توی این خونه پیچیده بود، یک عطر دلانگیزی توی این خونه پیچیده بود. آدم معده گوسفند عطر دلانگیزه که ایتالا داره ما نمیدونیم دیگه، اینم مد امسال لابد. سیرابیشم زیاده ولی خب نوشه جان سیرابی ها رو داره خورد میکنه دوستان که تا حالا هیچ کس سیرابی نداده بودش. من گفتم به هر حال یه ابتکاری باشه. آره افتکار باشه. آفرین. چاقو اره‌ای چرا؟ خب یه دل سنگینه. اگه برای شام اصلی گلفته بود برای پیش غذا دل سنگینه. به همینجوریشم رو عطر. بابا سهیل خانم عطرش خوبه، آدم هوس میکنه. یکم ظرافت زنانه داشته باش بابا. بعد میریزیمشون این تو با یه دونه پیازم باید خورد کنیم قشنگ. زیاد البته غذا درست نمیکنم خونه، من بیشتر تو محل کارم غذا میخورم. تو محل کارت غذا میخوری؟ همین غذاها؟ خسته نباشی بیچاره همکارات. اینجوری میکنیم و فکر کنم همین قد بس باشه چون میترسم این وقت بوی سیرابی رو ضایع کنه. آخه خیلی هم بد میشه اونجوری. البته هر کس منویی که میده به نظر من نشونه بارزی از شخصیتشه و اینم واقعا من فقط میذارم احساس میکنم ایشون با این منو خواستن به ما توهین بکنن. شاید هم به خاطر این از من دلگیرن که من توی شب خونه رضا جون اون اتفاقی که افتاد واقعا فقط بریلیانه انگشترم گیر کردش، اصلا قصدی نداشتم. ولی خب حتما ایشون به دل گرفتن ولی من اصلا قصدی نداشتم. اینم از به قول اینا استارترمون که ما سیراب شیردون انتخاب کردم. انشالله بتونم ببرم. دوستان دیدین که پیش خوراک سیراب شیردون بود، خوراک اصل کاری دل و جیگر گوسفندی. غذا اصلی دل و جیگر گوسفندی با خوراک که باشه که دیگه حرف نداره. خیلی عالیه. غذای اصلیشون هم نوشتن دل و جیگر گوسفند. خوبه دیگه، خونسازه. اوه چیکار کرده؟ نزن. فکر میکنم این مهمونای ما چون اونایی که مجرد هستن که اینجور چیزا رو نمیخورن، اون خانم سرهنگم فکر نمیکنم تا حالا یه همچین چیزایی خورده باشه، حتما دوست داره. 3 تا 10 گرفتی دیگه، 30 حساب کن خودتو. جیگر تازه ها با آدم بازی میکنه. این نه با آدم حرف میزنه. این دلی همچین چیزی آدم اصلا اینجا پیدا کردنش خیلی سخته. ما خیلی صبح میرم زود این قلوه ها رو ببین فقط چقدر خوشگله. آناتومی گوسفنده رو چید رو میز حزم میکنه، اینا رو نگاه میکنه. اینجور چیزا منو یاد وطن میندازه. بابا دمت گرم. این سهیل خانوم چیکار کرده؟ دل و جیگر بلا بگیری رضا، این چه طرز خنده است؟ جیگرها رو باید که خیلی همچین آروم و یواش از بغلش اینجور بگیرین، اینجوری درست بکنین. نازک بگیر و بلند. تا حالا این خوبه برای اونایی هم که جوونن و بلد نیستن. بری یادم میدی همزمان. آفرین، 2 منظوره است. خیلی 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 باریک باید باشه. اگر جیگر بخواد که یه وقتی خدای نکرده کلوب بریده بشه اصلا نکن گوشت تنم ریش شد، نکن. این غذای اصلیه که من دوست دارم. هر موقع که دلم تنگ میشه برای ایران من اینو درست میکنم اینجوری. دلشم که به همین راحتی اینجوری باز میکنی، به هضم میکنه آدم. این دلو شما نگاه بکن، هضم میکنی تازه یعنی همین الان از سینه گوسفنده درش آوردم. اینا که اصلا دلم نمیاد خوردشون کنم، مثل عزیزای ما میمونن، اینقدر خوشگلن آدم دلشون نمیاد اینا رو خورد کنه.
حس میکنه. آدم دوست داره همینجا قلمبه بذاره گوشه لپ بشه. ولی خب دل و جگر ولی اسلام اصلی هیچ کی دیگه تا حالا تو برنامه بفهمه اسلام دل و جگر نداده بولشم. دمت گرم سهیل خانوم. دلارم همینجور سیخ میزنیم، میذاریم اینجا آماده. ما دیگه باید البته اینا رو بذاریم همینجور، اینا یه آتیش بگیری همینجور رو آتیش بگیری پخته هضم میکنی، با لب دهن آدم بازی میکنه. من امیدوارم که به هر حال ایشونم ببرن، ولی اینا که هیچ کدوم فکر نمی کنم. یعنی دل و جگر سیراب شیردون میخواد با باقالی پلوی مجلسی من رقابت کنه، فکر نمی یهو دیدی کرد. خب من دیگه باید برم قسمت آخر کارم، اونم قسمت دسره. تو اصلا مرحله بعدی الان دسر دوست دارم، زولبیا بامیه و چایی. دسرم که نوشتن زولبیا بامیه جای رفقا خالیه با چای. نه اینا نیستم، علاقه خودم میخورم با زولبیا. معمولا ماه رمضان زولبیا بامیه اون وقتا میخوردن، ولی خب حالا ایشون به هر حال نوشته سیراب شیردون رو من گذاشتم توی زودپز بپزه، به خاطر اینکه خیلی دیر کرده بوده من ترسم نپزه بوش، ولی راه افتاده آدم هضم میکنه. این قسمت هم زولبیا بامیه است. دسر ما زولبیا بامیه گذاشتم. ببین الان دیگه پخته، همین خیلی خیلی راحته. مایه‌شو که درست کنی بریزی توی این، ببین به همین راحتی یه اینجوری میکنی. من البته ریختم توی این ظرفای سس، قبلا توی قیف درست میکردنم ولی حالا توی این میشه اینجوری درست کرد. بعدم یه اینجوری میکنی، یه دونه درست میشه به همین راحتی. یه ذره وامیسی، یه ذره که اینجوری که میکنه فقط نباید زیاد اینجوری بکنی، به همین راحتی آماده میشه. اون مایه‌شو نمیگی چجوری درست کردی؟ فقط نباید زیاد بسوزه. روغنش گرفتیش میذاری تو بشقاب و سلام تموم میشه. این یه جلایی نمیخوره. چرا؟ چون زولبیا و اینا سیلینه، آدم میزنه زیل دل آدم، یه وقت میکنه آدم پوده کنه. من دیگه باید برم آماده بشم. مهمونا هم الان میرسه، ما همینجور دوست ندارم جلوشون واسم. من فقط برم آماده بشم تا اینا برگردن باقیشو درست. از این آماده تر دیگه فکر نکنم بشی. مطمئنم اگر جناب سرهنگ، مرحوم جناب سرهنگ زنده بود اصلا اجازه نمیداد من توی همچین مهمونی که منوش کلب چه میدونم جلو جگر و سیراب شیردونه پا بزنم. حالا شما بیا کوتاه بیا این سری رو به خاطر من. ولی در صورت میریم بخوریم ببینیم چیزیه. من اوه نمی کنم مثل بعضیا که شرکت میکنن اوه میکنن که امتیاز تلفو کم بدن. من اصلا دنبال این کار نیستم. من شبم تو موزیکه. نه خوبه، فکر کنم سهیل خانوم میخواد ببره. یعنی این منویی که من میبینم همش چیزای باحال و باب میل ما. آقا متی هم سیراب شیردون، دل جگر، انگار پشت این ماشین دنیا اومده. بریم به کار برسیم تا شب ببینیم چی میشه. پیاده ندیدیمش یه بار ما. نزن پدر من. خب دوستان برمیگردیم منزل سهیلا خانم ببینیم دیگه چی کار میخواد بکنه. همین الاناست که مهموناش یواش یواش سر برسه. اینها دیگه آقا مهدی نخستین میهمان سهیلا خانم. فقط این نمای کله رو پشت کاریش بکن. خودشم چطور اون نمیکنه؟ شاید تو همون باشه. ببین مربی استقلال هست میذاره قشنگ معلوم نمیشه. میخوای بپرس راکارش چیه تو هم بذار. زیر بارون گذاشته، تو برف گذاشته. خوش اومدین تو. بفرمایید. ببخشید من کم زود اومدم. قابل شما نداره. گفتم تا اونایی دیگه نیومدن اینا رو بدم خدمتتون ببینم جوابتون چیه. شما در نکنه جواب چیه؟ بفرمایید. گلوش گیر کرده. خودت منظرم میدونین دیگه. حالا خوشتون اومده؟ دست شما درد نکنه. گل خیلی دوست دارم. دست شما درد نکنه. خرسم خب و خودم که بچه ندارم میدم به بچه خواهرم باقر. خیلی دوست داره با خرس بازی کنه. دست شما درد نکنه. تو زحمت افتادینا. اینجا گل با خرس بدن. ولی خب حالا زحمت که خیلی تو زحمت انداختی مثل صاف زحمت باشین. چه زحمتی بابا. در میزنن. خروس بی محل. اومدم. سلام علیکم آقا رضا. حال شما چطوره؟ خوش آمدین. حال شما خوبه؟ بفرمایید. سلام سهیلا خانوم بفرمایید. ای بابا من فکر کردم این ساز خودتون خیلی دوست دارین که. خودم دوست دارم. سوالمتون دوست دارم این گل براتون گرفتم. بفرمایید. دست شما درد نکنه. زحمت کشیدین. شوخی کردم به دل نگیرین. بفرمایید. آقا مهدی هم داخلم. بفرمایید.
خوش اومدین تو دست شما درد نکنه. الله بفرمایید. آقا مهدی داخل نشستم، بفرمایید. آقا مهدی سلام علیکم، مخلصم. حال شما خوبه؟ آقا مهدی ماشین رو نیاوردی تو؟ گفتم این وقت جا مهمونا کم بیا. خیلی زود اومدی شما آقا مهدی، جریان چیه؟ خواستم ادبمو نشون بدم. آدم مؤدبیه. خب بنده خدا چیکار کن؟ او خانم سرهنگ گیسا رو وا کرده. اومد. سلام علیکم، حال شما چطوره؟ درست اومده. خوش اومدین. شما خوب بردین؟ کجا زود برین کجا دیر برین؟ کلکوا بفرمایید. غذا رو تو خونه پختی؟ نه پتو حیات ننم درست کردم. خونه غذا درست میکنیم ما دیگه، پس کجا غذا درست کنیم؟ غذا رو ما تو خونه درست میکنیم که آدم بویش تو خونه بپیچه، آدم هضم میکنه ماشاءالله. بعدم ما غذا تو خونه درست میکنیم یکی بفهمه که یکی تو خونه هست. جواب قانع کننده. شما غذام درست نکنی تابلو یکی تو خونه است. به خانم سلام علیکم. مخلصم. سلام علیکم. سلام، خوبید شما؟ این بو شما رو اذیت نمیکنه؟ نه ما حال میکنیم. کدوم بو؟ ببخشید. خوبین؟ خب بفرمایید چه دوست دارینتون براتون بیارم. حتی بذارید خودم بگم. آقا مهدی که طبق معمول ودکا روسی میخوره. گل گفتی. آقا رضا هم که حتما از همون انرژی درینکا میخوره دیگه، درینک اسپورت خودشو. خانم سرهنگ که طبق معمول شراب قرمز. اتفاقا من امشب چایی میخورم. سیراب فقط با عرق میچسبه و بس. آقا رضا امشب با ما یه پک عرق بزنی میفهمی. ببین عرق مزهش فقط دل جگر سهیل خانومه. اونه که نوکرشم هستم منتها خدا شاهده من فردا کنسرت دارم. اگه کنسرت نایستم حتما میخوردم آقا مهدی. شما هم که این کنسرتو کشتتتونا، هر کاری میخوای تو زندگی بکنی این کنسرت شما رو اصلا زندگی ساقط کرده. کنسرت هم میذاره خودش و سازش فقط هستن تو سالن. چیکار کنم دیگه، معلولم. باور کن خودم دوست دارم بدون خانم سرهنگ دوست دارم بخورم، ولی خب فردا کنسرت دارم. به خاطر خودم که نیست، بیشتر مشتریا این طرفدارا. شما نمیدونی یه لب به لب میام میشینن. گیسا رو بین چه ول میکنه عقب میدوه داستان. تو خدا میبینین نیومده خانم از بدشانسی ما شمشیرشو از رو بسته. همه جا حالا هر شب شراب میخوره ها. حالا که نوبت ما رسیده میگه چای میخوره. حالا ما چای کجا بیارم؟ ما که چای دم نکردیم. تو خونت چای نداری یعنی سهیلا؟ من حالا بلدم براش همچین چایی بدم که دیگه هوس چایی نکنه. یه دونه از این چای لیفتونا میذارم براش. لیفتون بذار. لیفتون خوبه. بخوره تا بفهمه. مهمونداری در حد تیم ملی قویه، یعنی مثل بنز مهمونداری میکنی. آفرین من به شما تبریک میگم واقعا. بستش. آبت هم جوش بود از قبلا. اینم که اسپورت ها. این آقا رضا اسپورت عرق روسی که گیلاسشو نداشتم، ولی خب همونم خوب. این فقط عرق بخوره. اینم عرق روسی. همه جا شراب میخوره، به ما که رسیده میگه نه. او دنده عقب میره بیرون. فرمون بدیم بهش بچه ها. بیا اوپ. آها اینم دیگه به زحمت خودتون زحمتشو بکشید. I like it سفت سرویس. مزهش کو. ما عرق رو اینجا عادت کردیم با مزه بخوریم. بیا آقا رضا بزن شما چای تو برد شما. من عرق رو بی مزه اینجا ما نمیتونیم بخوریم. سلامت شما. نوش جونت. اون الان سوخت هواپیماست دیگه، اون عرق نیست که قربونت برم. الان میخوری پر میزنی. تو ایران که ما بودیم اصلا عرق با مزه پزه نمیخوردیم. یعنی یه سوراخ سنبه پیدا میکردیم فقط میچپیدیم توش ببینیم یه جوری قیمکی عرقه رو بخوریم سر حال بیایم. تازه داستان میشد وقتی سر حال میمدیم، تازه نمیدونستیم که حالا کجا بریم که سر حال بودنمونو کسی نبینه، وگرنه آخرش میدونی که شلاق و زندان. بله آقا، اگر مشروب تو اون مملکت آزاد میکردن الان ما اینقدر فاجعه نداشتیم. این همه جوون مثل دسته گل که برن به مواد مخدر رو بیارن نداشتیم. راست میگه خانم سرهنگ. الان بیشتر رفیقای من اکثرا الان دارن مواد میزنن. میگه اصلا مواد این نقل و نبات تو دست ملت. بله شنیدم. میگن
اگه یکی مشروب بخوره یا مشروب ازش بگیرن 80 ضربه شلاق و نمیدونم 3 ماه زندان و جریمه نقدی. ولی برعکس اگه یکی مواد بزنه یا مواد داشته باشه یه جریمه نقدی، یه تعهد میگیرن و ولش میکنن میره. همینه که وضعیت مملکت شده. اینی که امروز مردم بیچاره هرچی بذاری جلوشون میخورن، هرچی بذاری جلوشون میکشن. مردم سرگرمی ندارن. خب هرچی که بذارن هر کاری باشون بکنن هم همون کارو میکنن. اصلا تعبیل تفلیح و سرگرمی تو ایران عوض شده. یعنی الان 4 تا جوان که به هم میرسن به هم میگن خب چیکار کنیم، حالا چی بزنیم؟ فرقی هم نداره. دختر پسر میگه چی میزنی؟ این کاره یا رضا مثل زیاد ازت پرسیدن چی میزنی، شما هم تو پاسخ دادی. آها سیراب شیردون پیش خوراک. وای پیش خوراک اون سیراب شیردونه. بابا این بعد از ظهر دسترونه چیزی آخه. من سیرم، ببخشید منم پیازم. پوشم یکم اذیتم میکنه، برای همین مزاحم شما نمیشم. شما بفرمایید. مردم به خیلی چیز عادت نداشتن ولی عادت کردن. اوه کلفت انداخت خانم سرهنگا. یعنی جون خانم سرهنگو شما میخوای به ما بگی نه شما هیچ وقت برای شما یه سیراب شیرتون درست نکرده؟ مگه میشه نه برای آدمی سیراب شیرتون بار نذاره؟ بله میشه. ما اصلا این تو برنامه غذاییمون نیستش. البته من نمیخوام مزاحم شما شم. بفرمایید. شما مزاحم نیستی، شما مزاحمی. منتها بعدی آقا ما بخورین شما بسید نگاه کنین. کله پاچه چی؟ کله پاچه هم نمیخورین؟ او نه کله پاچه که اصلا. البته چرا یه بار اتفاقا توی نیس فرانسه بودیم، توی مهمونی سلطنتی بودیم. بعد آخری شب با چند تا از این ژنرالا دوستامون رفتیم، ما رو بردن یه کله پاچه‌ای. همین که البته برای خنده و شوخی اینا بیشتر بود. میخورم به سلامتی خودمون که پای همه چی هستیم. فلگی خانم سرهنگینا چه زندگی دارن. به سلامتی. بخور نوش جونت. ما برام این جگرها سر بذارم ببینم یه وقت چه غذای اصلی رو باید بیارم. دست شما درد نکنه. همچی میگه غذای اصلی انگار الان. آقا رضا ریشت نره تو کاسه. اوه رو گاز. بابا یه منقل. ما تو آپارتمان زندگی میکنم. تو آپارتمانم که ما منقل و باربیکیو اینا که نداریم. رو همین گاز این جگرها رو یه ذره تفتش بدی قوتش نره، چون میگن اگه زیاد سرخ بشه قوتش میره. جگر باید که فقط قوتش اون الان دیگه کربن شد الان دیگه. بوش که راه بیفته یک من دیر میشه. الان خانومه احتمالاً یه ذره شروع میکنین خانم سرهنگ قرقر کردن. ولی خب الان بوی دل جگر که در بیاد همه رو مست میکنه. تو الان گذاشتی قشنگ تدیگ شه نه؟ انگار نسوزه. اینم خوراک اصل کاری دیگه. دل و جیگر. میبینین دوستان زحمت کشیده فکر کرده خوراک اصل کاری اینا. ایول خوردن یکی از به نظر من سرگرمی‌های خیلی خوب انسانه. خیلی خوبه. ایول بخور دیگه. ای آمدی خیلی خوشمزه است. حالا سرنگ امتحان کن خوشت میاد. ببین دلش زیاد فرقی با گوشت قلمل نداره که مثل همونه. خیلی خوشمزه است. خانم سرنگ جون لذا دست من رو رد نکن. جون لذا این یه ذره دل رو امتحان کن ببین خوشت میاد نه. دستم تمیزه. خاطر دل شما چشم این دل رو امتحان میکنم ولی خیلی سخته. خدا شانس بده خانم سرهنگ. به روح سرهنگ الان داره تو قبر بندری میزنه جناب سرهنگ. الان حال نکرد ولی نمیخواد دل رضا رو بشکنه. اینه فداکاری در عشق که میگن اینها. بد نیست. ببین به عشق رضا فقط گفت. ما همچین ادواتوار در میارن آدم فکر می‌کنه دختر 14 ساله. ما برای شما امشب یه سورپرایز دارم. خواستم برای شما خانم سرهنگ. سورپرایزم خیلی خوبه. چی هست حالا؟ رفت سورپرایز کنه موهارم که اصلا نمیبنده همینجور رها در باد و ها چونم آقا مهدی یا یاد لاله‌زار افتاده. خملی رو باش شست پا تو چشما. شست پا چه جوری میتونی تو چشم بره؟ من نمیفهم.
ولش میدم و ولش میدم پایدام بالام ولش میدم پیچ و تاب خوشگلی رضا بشین سرهنگ میزنه پرپرت میکنه. ولش میدم دیدار آختر همچین و همچین که میفرمایید دیگه. چین زلفا که اصلا پرپرمون کرده. اگه میخوای بیا تا چین و ماچین میگم میخوای بسه حالا دیدیم دیگه رو کردی هنر رو خوش گذاشت. خانم سرهنگ ببین خدا بیا مرز سوسن رو. اوه این خوبه دیگه. ببین معلوم نیست سر دیگه خلوته. اگه پول نداری بزن به کوچه با دوز و کلک سیاه نمیشم تو ملک دولک به پا نمیشم تا نفس داره علی انگزون قشنگ کافه‌ای میرقصه دوستان. شیرینی دلمونو نزنه. اینقدر شیرینی نبات. اگه پول نداری بزن به کوچه با دوز و کلک سیاه نمیشم تو ملک دولک به پا نمیشم تا نفس داره علیه میگه وقت گرفتم نشه رو بکن آخ داشم نشه رو بکن نشه رو بکن آخ داشم نشه رو بکن. آفرین ترکون دوستان کف خوشگله رو بزنین یو بهش بر میخوره دیگه نمیرقصا. اوه چه با نازم میره بودی. پس از قر و قنبیل و سهیلا خانم نوبتی هم باشه نوبت قسمت خوشمزه است دیگه. دسر رو باید بیاره. ما که حال کردیم تا اینجا. اینها خودش درست کرده زولبیا بامیه و چایی. بفرمایید تو خدا بفرمایید تو. بفرمایید چایاتو یخ میکنه. چای باید داغ خوردش جگر آدم بسوزه بره پاش. این یکی رو نیستم من چای مایی نیستم. من زولبیا رو مزه عرق میخورم اونم اسمرینوف. تو که هر چی بهت میدن مزه عرق میخوری. البته آقا مهدی بسته به عادت آدمه. سهیل خانم اینا انگار عادت دلن داغ بخورن. زولبیاشو خودتون درست کردین؟ ننم درست کرده. خب خودم درست کردم. خیلی خب حالا چی بی‌حساب حرفای شما میزنی ها. خب حالا آقا دوربینا همه اینجا بودن ها. سوال کردم توهین نکردم که. شما چرا همش میخوای پاچه آدمو بگیری؟ شما یه جوری سوال میکنی انگار میخواین دوز بگیری. خیلی خوب بابا با من بود دیگه. چی میپرین به هم انقدر؟ انسان باشین یکم با هم. 15 امتیاز خانم سرهنگ داره، 16 امتیاز آقا مهدی داره، 18 امتیاز آقا رضا داره. خانم سهیلا ببینیم الان چند میگیره. دوست باشین با هم بابا. دستمال است که میرقصید بدآموزی داره. نکنین کارو جلو دوربین، نکنین کارو خدا مرگم بده. نکن جیبت حداقل خبرت برو خونه. پنچر شد نمیزنه دیگه. خدا رو شکر دیگه صداش در نمیاد. من انقدر حالم خوبه نمیدونم چه امتیازی بدم به این سهیلا برپرید. او مستم کرده نمور. من عرقش خیلی خوب. آره روسی. به نظر من خیلی سب اسپولت بودن. سب خیلی خوش گذشت. سهیلا خانم میزبانیش یک بود. من دیگه I like it soft service. سیرابیش حرف نداشت. به نظر من اصلا انگار سیرابی رو داشتی وسط چاره گلمندک میزدی همچین با یه سکان عرق.
من فقط یه گله دارم از این سهیل خانوم. ایشون که میدونست من یه موزیسین با سابقه این سالم، وقتی میخواست آهنگ بخونه و بلخته نمیبایست من سوال بکنه که چی بشه؟ من به خاطر همین کارشون بهشون امتیاز کم کردم، امتیاز 6 میدم. خسته نباش. دل جیگر سهیل خانومم خیلی خوب. دل و جیگر خودش که نبود که، برای گوسفند بود. خیلی پسندیدم، دمش گرم، اصلا عشق کردم. منتها من خودم امتیاز چند 7 میدم بهش. به نظر من 7 حقشه، چون همه چیز خوب بود، فقط یه قسمتش حال نکردم. با این رضا خیلی گرم. ای بابا 3 امتیاز واسه گرم گرفتم. میخواستم بهتون 9 بدم ولی 6 میدم. دستت درد نکن. میخواست 9 بده 6 داد. الهی که قربونت بشم فدای اون پولت بشم، الهی که قربونت بشم فدای این پولت بشم. لحظه موعود فرا رسیده دیگه، باید ببینیم ما کدوممون میبریم. ما ببرم خیلی خوبه. شوخی کردم بابا. ببینیم کی اینجا برنده خوشبخت. خانم سرهنگ بهت حالا منفی داده، یعنی کی؟ مثلا منفی 6 بهت داده، الان چیزی هم بدهکار میشی. شده. 4 ایوا خاک بر سرم. خانم سرهنگ 4 شده. میدونستم. نفر سوم آقا مهدیه. آقا مهدی سوم شدی. بهت بر نخوره ولی سوم شدی. آره دیگه. ببین 13 الان داره سهیلا. ببینیم خانم سرهنگ چند بهش میده. 5 بده با رضا دوتایی با عملشو بردن. اگرم نه که فکر نمی‌کنم یه چیز منفی میده، الان سهیلا بدهکارم میشه. با اینکه سهیل خانم اصلا در کلاس من نیست، ولی من بسیار دوست داشتم پذیراییشو. آفرین. به نظر من این خانم خیلی بی قلقش اتفاقا پذیرایی کردش. آفرین. با اینکه گفتم اصلا کلاس ما واقعا با هم فرق داره، ولی من خوشم اومد از پذیراییش. خودش بود و به نظر من خیلی خوب بود کارش. من از خانمایی که با عرضه و با جربوزه هستن و خودشون سر پای خودشون واسدن و این خانم مشخصه با عرضه و لیاقته، چون یک تنه داره توی این قربت گلیم خودش از آب بیرون میکشه و من اصلا ابدا تو این قسمتش هیچ حرفی نمیتونم بزنم. با اینکه اختلاف من و ایشون شاید مثل روز و شبه، ولی این دلیل نمیشه که من وجدانم رو زیر پا بذارم. خانم سرهنگ به نظر من بسیار زحمت کشید، پذیراییش خیلی خوب بودش، با هنرنماییش با همه چیز سعی کرد که کاری بکنه که به مهموناش خوش بگذره. حالا اگرچه مشکل من بود، من با این کلاس آدم شاید که جور نیستم. خاک بر سرم، خاک عالم به سرم کنم، ما اول شدم. من امتیاز 9 رو بهش. آفرین خانم سرهنگ. فکر میکنم لیاقتشو داره و واقعیت اینه که بسیار پذیرایش خوب. خانم سرهنگ نزدیک بود چهره جذاب شی. اون اتفاقی هم که افتاد واقعا انگشترم گیر کرد. برلیان انگشترت گیر کرد بهش. آره خود انگشتر که برلیان بود. 22 گرفت، یعنی یه 9 داد به 13 سهیلا خانم. خانم سرهنگ شد 22 امتیاز با اختلاف چشمگیری با نفر دوم. 4 امتیاز فرقش بود. دست شما درد نکنه، واقعا خجالتمون دادینا. من اصلا باورم نمیشدش که من بخوام اول بشم. چقدر شما محبت کردید، دست شما درد نکنه. شامپاینی باز کنیم انشالله که به سلامتی شما. چقدر محبت کردین، واقعا اصلا باورم نمیشدش شما بخواین به من امتیاز بدین. یعنی خانم سرهنگ دیگه 9 رو دادی دیگه، پشت چش رو نازک میکنی. خانم نمیفهمم. این شامپاین من باز بتونم بکنم، این شما کمک میکنین. آره بده یکی این کارا سعید. به سلامتی خودت دعا میکنم. همه گلوشون پیش سهیلا، نمیدونم چرا گیر کرده. کالا خانوما نیست. دست شما درد نکنه، میخورم به سلامتی همگی شما. این که نمیشه همگی. نزنه چشت. اوی خب به سلامتی شما که اینقدر محبت داشتین و به من اینقدر امتیاز دادین. دستون درد نکنه. ما با این پولا فقط میخوام 2 دست لباس بستونم فقط برا دیسکو. انشالله با هم میریم میخوریم لذتشو میبریم. یعنی تنها دغدغه زندگیش لباس واسه دیسکوه. یعنی هم که جور شد پولشو، خدا رو شکر هیچ غمی نداره الان. آفرین. بعدن خانم سرهنگ میگه برام ما کم ریختی. آهاد شرکت کنندگان باید بدانند این پولایی که میگیرن و خرج زندگی کنن، به دردی بزنن، لباس نخرن همینجوری از خودش. سلامتی خودتون، هرچی هموطنه. سلامتی.
نوشه جان نوشه. خانم سرنگم قفل کردم چی به زده. سلامتی بفرمایید شام. دوستان اینم از گروه ویژه بفرمایید چام بود. دیدید سهیلا خانم اول شد چهره شیرین نداریم چهره جذاب. خودتون اگه دوست دارین کسی رو انتخاب کنید. قربونتون برم. مرسی که این نگاه کردین، منت گذاشتین، زمان گذاشتین. دستون درد نکنه. تا درودی دیگر بدرود و خداوند یار و نگهدارتون. مطالعه اینه نخورده بودم. بد نیست، گاز داره مثل نوشابه. دستش درد نکنه. کاهوهای این جعفر آقا خیلی خوبه. چیزی شده بهجت خانم شما؟ تو همین باز چیزی داری از مادر پنهون میکنی؟ نه مادر جون چیزی نیستش. خب چرا ناراحتی؟ عدید و بازدیدای عید خسته شدی؟ خدا اون روز نیاره مادر. من کی شما دیدی از مهمون بخوام خسته بشم؟ من با مهمونام عشق میکنم مادر. پس چرا ناراحتی؟ آخه امروز یه مهمون داری. خب قدمش رو چشم. مهمون خوش اومد. مهمون اصلا خونه نیاد دادم حالش بد میشه تو ایام عید. آیدین رفته از سر کوچه یکی از دوستاشو بیاره، هم کلاسیشه، میخواد بیاد دیدن. خب خیلی هم خوبه. مغز کاهو خوبه. حالا ناراحتی شما چیه؟ آخه طرف خارجیه. وا افغانی مادر یا هندیه؟ وا خب وا نداره. الان توی این مملکت که دیگه آمریکایی اروپایی که نمیاد قربونت برم. زور بزنی مهمون خارجیمون مال نه قناست. مادر این انگلیسیه. وا. انگلیسی. جرأتی کرده مونده این جهنو چه میدونم آیدین میگه از ایناست که چه میدونم اومده اینجا ادبیات فارسی تو دانشگاهشون بخونه راجع به فرهنگ و هنر ایران. چه میدونم. ها پخوله. خب مادر قریبه. حتی من میگم شب نگرش دار اینجا تو همون اتاق آیدینم با هم بخواب. مادر نمیشه آخه یه مشکل کوچیک داره. دوستش دختره. یعنی میخواد دوست دخترشو برداره بیاره؟ چه میدونم مادر. من خودمم برای همینه که اینقدر نگرانم دیگه. پیروزم یه عکسشو با یه نامه تو جیب آیدین پیدا کردم. نامه چقدر عاشقانه، چه چیزایی توش نوشته. میگی شما خوندی؟ خیلی چیزای بدی توش نوشته بود. به فارسیش خیلی بی‌تربیتیه. خب بگو حالا ببینیم چی نوشته. وا مادر حالا شما مگه خارجی میفهمی که من بخوام برای شما بگم؟ نه مادر ولی خوب آدم یه چیزای اینجوری رو بدونه. شاید منم تو خیابون با یه خارجی برخورد کردم آدم بدونه چی بگه. چه میدونم مادر توش خیلی آخه بی‌تربیت بود. نوشته میدم please give me please give me. پس دختره میخواد خودشو بندازه. شما چه خارجیت خوب شده مادر؟ نمیدونم والا. منم نگرانیم از همین. بدبخت شدیم رفت. حالا شما عکسشو دارید؟ بله. ببینم مادر. ای داده بیداد. ای داده بیداد. مادر این که خیلی بی‌حیاییه. این اصلا به دانشگاه نمیخوره. شما مطمئنین دانشگاهیه؟ نکنه مادر این توطئه انگلیسا باشه. اینجوری میخوان بچم آیدین رو بدزدن ببرن. وا مادر آیدین نمیخوان بردارن کجا ببرنش هم 2 روزه برش میگردونن. اینقدر ماشاءالله بچم میخوره 2 روزه برش میگرد. کی میتونه شکم اونو چی میگی مادر؟ حالا با این مصیبت چی کار بکنیم؟ من میگم اصلا شما خودتو نشون نده. بکش کنار من خودم جوابشون. راست میگی مادر. خب پس ببین اینا دیگه الانا باید بیان. الاناست که دیگه این انگلیسا حمله کنن. من رفتم مادر. پس دیگه بچه‌مو سرم دست تو. مواظب باش الانا دیگه. مادر فقط من انگلیسی بلد نیستم. من خارجی نمیتونم. بابا انگلیسی زیاد فرقی با زبون ما نداره مادر. فقط ببین مثلا شما یکی میزنته چی میگی؟ میگم آی. خب این یعنی من. انگلیسی اینقدر راحته. مثلا یکی الان من زیاد حرف بزنم خسته بشی چی میگی؟ میگم وای. بیا یعنی چرا؟ به همین راحتی. ببینم اون پرنده‌ای که زیاد حرف میزنه ها اسمش چیه؟ میگه صحبت توتی یعنی 2 تا چای. وا توتی یعنی 2 تا چای. چه زبان راحتیه مادر. همین راحتیه مادر. فقط باقی چیزاش هم هر چی بلد نیستی شل بگو فقط. ببین این انگلیسا ها به جای اینکه مثلا ما میگیم مادر اونا میگن مادر. ما میگیم برادر اینا میگن برادر. ما میگیم چه میدونم رستوران اونا میگن رستوران. فقط حواست باشه خیلی شل بگو باقیش. مادر چقدر زبان راحتیه. دست درد نکنه همچین چیزی رو تا به من آخر عمری زبان یاد دادی. اومدم
انگلیسی ها اومدن حمله کردن. مادر من دیگه بچه‌مو سپردم به تو. شورت سیروسم ببرم الان میخواد بیاد. فقط حواست باشه من بچه‌مو از تو من میخوام. خودم از پسشون برمیام. الان انگلیسی هم بلدم. شما دیگه اصلا انگلیسی اومدن. بفرمایید. پلیز کامین. پلیز کامین. پلیز. مادر بزرگ سلام. ببینم این چرا اینقدر تو این عکس خیلی فرق داره با این که مادر این سینه هاشو چیکار کرده به این قشنگی. ای داده بیدار ای داده. مادر بزرگ انه دوستم انه. خب عیدی خب این حرفا نزن زشته. من از شما توقع نداشتم از این حرفا تو خونه بیاد. مادر بزرگ اسمش انه دوستم اسمش انه. انگلیسی این دیگه چه اسمی؟ آخه ملکه انگلستان هم دخترش اسمش همینه. تو انگلیس اسم بدی نیست. خیالت راحت باشه بی خیال. آخه اسم قط بود خانم ان. نه این ان اون Not Anne. Anne. You must pronounce it correctly. Anne. Anne. ها ببین میگه اسم منو باید شل بگی. ببین سفت نباید بگی. ان شل بگو شل بگو مثل ان شل. مادر این دیگه شفت شل سفت شلش یکیه. ولم کن بابا. آخه شما حساب کن شما صبح اول عیده شما از هوای بهاری نشستی تو حیاط میخوایم سبزی بلوایی بخوریم. من بگم یه لقمه هم بذار دهنه نمیخوام نالش رو ببرم. ببین مادر بزرگ حالا شما خودت عصبانی نکن. ببین یه کاری میکنیم حالا اسمش عوض میکنن. Oh, I'm so sorry. I thought you were Aiden's mom. چی میگه این؟ Kaylee جوونی. معلومه جوونای مثل دست گلت میدیم شما ببرین. باید هم کیفش. نه مادر بزرگ داره میگه شما چقدر جوونی. بگرده شما مامانی. نمیدونه مادر بزرگ منی. دمت گرم بابا. خریدی با راست میگی مادر. آیدین مادر چشامو زد چرا نمیبینم. کورم کرد مادر چرا نمیبینم. اینکمو زده بودن. دیدی چجوری به من حمله کردن. من میدونم این کار انگلیسا بود. اینا آمده بودن انتقام سفارتشون از من بگیرن. آخه یکی بهشون بگه بی انصافا اونا ما نبودیم رفتیم اونجا رو که سفارتتون گرفتیم. ما مردم عادی اصلا جون این کارا رو نداریم. اونا خودشونن. ایداد بیداد حالا خدا رو شکر رفت. دیدی مادر بزرگ شما شوکه شدی. بی خودی چیز نکن. فکر کنم توهم زدی. چیزی زدی؟ ببین مادر بزرگ چیز زدی. کی زده؟ اون زد. اون ندیدی به طرف من حمله کرد. من زدم. اون زد منو مادر. کجا بودی ببینی؟ ای داده بیداد شما رو هم چیز خورد کردن. ای وای خدا رو شکر رفت خوب شد. مادر بزرگ بابا ان جاسوس نیست. اسمشو نیا جلو من. تو چی میفهمی تو رو چیز خورد کردن. اینا طرف انگلیس ها اومده بود. راست میگه من جاسوس نیستم. من انم. وای مادر. فقط اومدم بگم عیدتون مبارک. ببخشید. I sorry very much. باشو. I sorry you. بابا باشو دیگه. Sorry very much. نوکرت هم به انگلیسی چی میشد؟ حالا ولش کن. بذار مامانمو پیدا کنم. این مامان من کجا میره این وقتا؟ مامان
هلو هلو یکی ان دختری بی تربیت نرسیده تو خونه آدم چه حرفای زشتی میزنه. می بهجت کیمدی سن کیمدی نجورسن. Nice to meet you. لیدی یو نو فوتو یو کیمدی شما سیستر آیدین بود. نو می مادر آیدین مادر یو دانکی می نو دانکی می. بچه بزرگ کردم 20 سال بیا برداری ببری هپولی کنی بخوریش ببری ها. نو کورخون نو برد. کیبورد کجا بود؟ What are you talking about? ایدن صداتو بالا نبر لیدی، صداتو بالا نبر. بنا به صدا بردم بالا باشه من استادشم. بیا آیدین صدا برای من بالا نبر. ببین لیدی آیدین لقمه بزرگ برای دهن تو. بیگ No, I know. I know that Ideen is, overweight. But I don't mind. بچه منو مسخره میکنی زنی که بهت میگم آیدین فوتو دیس فوتو یو آیدین look نو یو نو فوتو نو یو. کی گفت این منه؟ آیدین تو کیفش پیدا کردم با اون نام عاشقانه. No, that's not me, obviously. لیدی بذار قشنگ حرفمو بهت بگم. می پسر نو گود پسر نو گود. آیدین معتاد او خیلی وری معتاد خیلی. آیدین قمار کرد باخت عصبانی شد همه رو زد. No, چرا؟ Ideen is a good boy. No, آیدین نو گود. آیدین تازه به اینجا ختم نشد. آیدین بعد از اینکه همه رو زد بعد تازه ویسکی خورد عرق خورد مست کرد گریه کرد فوش داد. آیدین گریه کرد. I'm really sorry. I didn't realize he was such a horrible person. چی شده؟ How could you, Aiden? I didn't realize you were such a horrible person. این سوء تفاهمه. No, how could you? چی شده حالا؟ Pamela Anderson? She's not even British. چی میگه؟ بابا اینا هم نمیذارن من یه دفعه آسه اینجوری دیگه کجا پیدا کنم. بابا صبر کن یه سوء تفاهمه. اینجوری دشمنو فراری میدن. دیدین؟ نه اینکه بریزن تو خونهشون سفارتشونو بگیرن اساساشونو غارت کنن. شب دیگه عشق کردم. گل اومد بهار اومد میرم به سر دلبر مخفی کره گردم بلورم. عید اومد بهار اومد من از تو دورم.
کنم تا پنجشنبه دیگه تموم شه. نقاشی کار راحتی نیست. من هر موقع حوصله‌ام سر میره شروع میکنم به نقاشی کردن. هر موقع حوصله‌ام سر میره دیگه نمیتونم کتاب بخونم، چه میدونم سر خودم رو یه جور گرم کنم، شروع میکنم به نقاشی کردن. خیلی تابلوها کشیدم به دوستام هدیه میدم. ولی خب اونا میگن اینقدر خوشگله که دلمون نمیاد بزنیم به دیوار. نمیدونم چی کار میکنه. کار سختیه ها. نقاشی رو من خیلی دوست دارم ولی خیلی کار سختیه. کار راحتی نیستش چون همه احساس آدم، فکر آدم توشه. سر آدم مشغول میشه. البته حالا این که یه تابلو کوچیکه ولی شما فکر کنین تابلوهای خیلی بزرگ، هنرمندای هستن خیلی تابلوهای خیلی خیلی بزرگ میکشن، حتی جدیدن رو دیوارا هم نقاشی میکنن. خیلی هم نقاشی های قشنگ. واقعا هم به نظر من تو دیوارای شهر رو که نقاشی میکنن چهره شهر رو خیلی قشنگ میکنن، خصوصا وقتی که نقاشی ها تاریخی و زیبا هم باشه. اتفاقا من همین چند وقت پیش دیدم که تو شهر مشهد شهرداریش یه ابتکار خیلی 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 تازه و خوب به خرج داده بود. یعنی از دخترها و پسرای جوون و هنرمند استفاده کرده بود و از اونا خواسته بود که روی یه دیوار 5000 متر مربع رو همه رو از اشعار فردوسی و نقاشی های شاهنامه پر کرده بودن. اصلا میگن وارد شهر که میشدی حظ میکردی، لذت میبردی از این همه زیبایی. واقعا دیگه از این بهتر نمیشه، جالبتر نمیشه. چقدر میگن چهره شهر رو قشنگ کرده، چقدرم که میگن همه اصلا چهره توریستی به شهر داده. خیلی ها خوششون اومده، خیلی ها. من نمیفهمم، بعضی ها میگن همه این کارهای اینا بده. من قبول ندارم. الان شما نگاه کنید همه کار فرهنگی هنری رو آدم هضم میکنه. من معتقد نیستم. کار خوب آدم باید بگه خوب. من کار ندارم. اصلا چقدر جذابی توریستی میتونه ایجاد کنه. دست این دختر خانوما و پسرای هنرمند مشهدی هم درد نکنه. چقدر زحمت کشیدین، شبانه روز جون گذاشتین، عشق گذاشتین. من میفهمم که خودم دستی بر آتش دارم. نقاشی به نظر راحت میاد ولی خیلی کار سختیه، مخصوصا اگه در اون اندازه های بزرگ هم باشه. چه کار زیبایی، چه کار زیبایی، چه کار زیبایی. اونم برداری از شاهنامه، این گوهر تاریخی زبان فارسی رو استفاده کنی. آفرین، بسیار کار زیبایی کردین، بسیار کار زیبایی کردین. کاش این کارا رو بیشتر انجام بدین. فکسم اومدش. اینقدر این جوونا ماشاءالله باهوشن توی ایران، راجع به چیز حرف میزنی سریع فکسشو میفرستن. ببینم چی نوشته. با درود به شما خانجون عزیز ما. من مهران هستم از مشهد. زنده باشی پسرم، زنده باشی. خانجون، این خبر نقاشی روی دیوار در شهر عزیز من مشهد متاسفانه به تاریخ پیوست. یعنی چه؟ خب معلومه این کار تاریخیه. این تابلوی 5000 متری بسیار زیبا که با فداکاری تعداد زیادی از جوانان همشهری من خلق شد، بعد از مشاهده توسط امام جمعه شهر مشهد دستور تخریبش صادر شده و متاسفانه چند ساعته با رنگ سفید همه شاهکارهای هنری این هنرمندان و فردوسی بزرگ ما را از بین بردند. وا، آخه چرا؟ مگه دیوونه بودن؟
ایشان معتقدند که شهر مذهبی ما نباید با این اشعار و نقاشی‌های تاریخی تزیین شود، بلکه باید با آیت الکرسی پر شود. برای همین هم متاسفانه دیگر وجود ندارند. عکسایی که ضمیمه کردم را مشاهده بفرمایید. با تشکر و تأسف. ای داده بیداد، ای داده بیداد، نگاه کن همه رو پاک کردن. خاک بر سرم، مگه جنایت دیگه شاه خودم داره؟ اوی قلبم اصلا گرفتش، ایشون غلط زیادی کرده. قلبم حالم بد شد اصلا باره. قلبم به این نمیلن یه زنگ بزن. بهم گفته بودن. حالم خوش نیست. تا هفته دیگه همه تونو به هم میسپرم. شاد و شادکام باشین و چنان نمانده چنین نیز هم نخواهد ماند. وای چرا نقاشی ها رو پرک کرده؟